مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از هلاکت یک طفل نوزاد و جراحت برداشتن 5 تن دیگر خبر داد. بنا به گزارش وزارت کارهای داخلی، صبح 26 ایول سال 2022 تخمینا ساعت 09:50 راننده ماشین تمغه اوپل استرا قاسموف عزیز سال تولدش 1994 ساکن نویه واسه انگام حرکت در روی ماشینگرد دوشنبه کولوب از سمت مقابل حرکت برآمده در اول با سرعت بلند به افت تمغه تایوتا کامری تحت اداره میرزایف خورشید سال تولدش 1987 ساکن نویه واسه برخورده بعداً به افت تمغه لکسوس تحت اداره راننده میلیکوف فردوس سال تولدش 2000 ساکن شهر دوشنبه برخورده است. در نتیجه راننده اوپل استرا قاسموف و مسافرانش نظر و روبیه سال تولدش 1978، غلاموف ابوبکر سال تولدش 1987، نورالیف نجیب الله سال تولدش 1998 ساکنان نویه واسه، یعقوب و سامونا عزیزاللهیونا سال تولدش 1999 ساکن شهر دوشنبه و خرسال نوردینوف محمدی نجیب اللهیوش سال تولدش 2020 ساکن نویه واسه جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. مسافر دیگر اوپل استرا خرسال نوردین و زینب نجیب اللهیونا سال تولدش 2002 ساکن نویه واسه در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. بنا به آخرین معلومات وزارت کارهای داخلی که روز 19 ایول نشر شد، در 6 ماه اول سال 2022 در تاجیکستان 482 صدمه روی داده. در این صدمه ها 180 نفر به هلاکت رسیده، 509 نفر جراحت برداشتند. 10 تن از قربانیان صدمه ها را در کشور نابالغان تشکیل می دهند.